سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر یکی مسئله نافهمایی دارن و حق هم هست به جانب عمر. روز اگر ما برادرمون حق باشه عذرخواهی نمیکنیم، بخشش نمیپرسید. سیدنا ابوبکر گفت عمر جان ببخش، حق به جانب شماست. کلی حضرت عمر در حالت شجاعت نبخشیدن و از محفل خیستن رفتن. سیدنا ابوبکر گریه دارد، سیدنا ابوبکر گریه دارد و خیلی هم ناراحت هم هست و از او جمعی خیزه بلوتر و از او جمعی خیزه. سیدنا ابوبکر بلو ما هم میخیزیم انشاءالله. بلو سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه و ارضاه گریه میکنن و میرم آیسته آیسته مجلس حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. سیدنا وقتی میره و یک پوچه بروک بالا هست، یک پوچه بروک پایان. حبیب خدا ابوبکر تماشا میکنن، میگن صاحبکم، رفیق شما، دوست شما، عزیز شما با کسی جنجال کرده. عادت جنگ یک طرف کشال یک طرف کنده میایی. وقتی نزدیک شدن حبیب خدا هرگز نمیخواست ابوبکر ناراحت ببینه. ما بک ای ابوبکر، ابوبکر جان چیش دست چرا این ناراحتی؟ سیدی او حبیبی، سیدی من، دوستداری من، حبیبی من محمد صلی الله علیه و سلم. بین ما و عمر مسئله نفهمی بود، لکن حق به جانب عمر بود. پس چرا حق به جانب عمر است؟ ناراحتی از جان عمر مرا نبخشید. ناراحتی میگه است که مرا عمر نبخشید. رسول الله اینقدر ناراحتی گفت ابوبکر تو را خدای عمر میبخشه و تو را خدای عمر میبخشه و تو را خدای عمر میبخشه. لحظه حضرت عمر تسکین یافتن، آرام دغدغه ستادانه خانه ابوبکر بیایند تا از ابوبکر عذرخواهی بکنند، نیافتند و دوام نزد حبیب خدا آمدند. همون جایی که حضرت عمر نمایان شدند رخسارهای مبارک سرخ شدند. وقتی رخسارها مبارک سرخ میشدند اصحاب میگفتند قیامت میشه، همه به زانو افتیدند. عمر میگه عیب ماست، ابوبکر میگه نه عیب ماست. عیب بالای خچون آوردن جنجال است. برادر حبیب خدا سخنی گفتن تلفظش دشوار است. گفتن ای اصحابی یاد داره زمانی ما گفتم من پیغمبرم همه شما مرا دروغگو گفته بوده فکذبتم. همین جوان مرد مرا قبول کرده بود. اینا ناراحت میکنه. همه مرا دروغگو گفته بوده جز از ابوبکر. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید از همون زمان کسی ابوبکر ناراحت نکرد. حتی هم رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند. حضرت عمر توصیه کردند ابوبکر خلیفه کنین و خلیفه هم شد. و بعد از آن آمدن گفتن عمر تو نفری هستی که رسول الله گفته بود بعد من پیغمبر شو تو میشی، چرا خلیفه اول نشدی؟ گفت وای بر شما. یک شب که ابوبکر با حبیب خدا گشته است، یک شبش از ما و از اولاد ما بالا است. گفتن اون کدام شب است؟ گفت شب هجرت. غیر ابوبکر کسی در بر رسول الله نبود. راه میگشتن از چهار پهلوش و مردم نگاه میکردن و تصور میکردن که با حبیب خدا 4 نفرن و حالا 4 نفر نیستن. گفتن چند نفر بود؟ 1 نفر. رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق خلیفه اول وای بر حال شما. یک شب که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن ابوبکر با رسول الله شب گذرانده است، از من و از اولاد من هم بالا هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب معراج آمدن با عمر عجیب صحبت کردن. عمر والله در جنت یک قصر دیدم دیگه از این قصر زیباتر ندیدم. سیدنا عمر گفتن چگونه قصر بود حضرت جان؟ گفت یک خیشت از طلا و یک خیشت از نقره بود و همون لای دیوال بینشان از سیم و زر بود و از این دیگه منظره زیبا نبود. عمر این منظره مرا در هیجان آورد و سوال کردم که این منظره زیبا کی را انتظار است؟ فقالوا لشاب من قریش، گفتن حضرت جان یک جوان قریشی را انتظار است.
حبیب خدا خود که قریشی بودن، فظننت انی انا هو، حضرت میگه من گمان کردم که همون قرجون بالا، من گمان کردم که همون مرد قریشی من هستم. حبیب خدا رو ببین نکته جالب شه، فظننت انی انا هو، گمان کردم که انا همون جوان قریشی من هستم. حضرت میگه به طاقت شدم، فقلت من هو، گفتم اون جوان مردی که خیلی لایق این منظره انتظارش هست او کی هست؟ فقالو، میگه گفتن عمر ابن الخطاب است. حبیب خدا گفتن عمر جان من غیرت نکردم که قصر شما را تماشا بکنم. رسول معظم اسلام گفتن حضرت آیا عمر در نزد تو اینقدر غیرت داشت که قصر او را تماشا نکردی؟ سیدنا عمر با حبیب خدا می نشستند. علما میفرمایند اگر روز قیامت اعلام شود کسی محمد را دوست می‌داره از طرف بریستن، همه طرف بریستن، عمر ابن الخطاب خود طرف تنها، همه چه محبت عمر را پیدا نمی‌کنند. رسول الله پرسید، راوی عجیب روایت میکنه، میگه هم تو دست سیدنا عمر را قرید. عمر را دوست می‌داری؟ بله حضرت جان، من شما را دوست می‌دارم. عمر تا کدام اندازه مرا دوست می‌داری؟ یک وزن مانیم، ترازو بمانیم. عمر مرا زیاد دوست می‌داری پدرت؟ حضرت جان من شما را دوست می‌دارم. عمر فرزند، همسر، شما. نکته آخر عمر، نکته جالب است. عمر مرا زیاد دوست می‌داری خودت؟ حضرت جان من خمسته زیاد دوست می‌دارم. عمر محبت نیست و ایمان هم ایمانی کامل نیست. لفظ حدیث تو همین اندازه است، اما شارحین عجیب میارن. حضرت عمر میگه از همین نکته بالا خیستن و رفتن و هم پریشان بودن. با فرزندش عبدالله وا خوردن. عبدالله گفتن آتا جان چرا اینقدر پریشانی؟ گفت بچم محمد ابن عبدالله مرا سوال کرد مرا زیاد دوست می‌داری یا خودت؟ در جواب گفتم خب من از تو زیاد دوست می‌دارم. گفت پدر جان چرا نگفتی که از جان عزیزم دم تو برای من عزیزی؟ گفت عبدالله عمر نفری نیست هوا برای، ولی عمر نفس سوال میکنه وای نفس تو زیاد محتاج به محمد داری یا به خودت؟ و سوال دوم ای نفس تو روز قیامت پیش خدا میری با اعمال خودت میری یا به شفاعت پیغمبر؟ گفت پدر جان نفس چی گفت؟ گفت نفس گفت عمر از تو دارم زیاد احتیاج به پیغمبر دارم، اما روز قیامت پیش خدا میرم من به عملای خودم نمیرم و ما امید و آرزو و شفاعت حبیب دارم. و دوباره آمدن هم تو دست مبارک خبیدن گفتن حضرت حتی از جان خودم دم تو برای من عزیزی. نو ایمانی تو کامل شد و سعادتمندی و نیکبختی تو نو کامل شد.